من علیرضا معینم. قسمت 7 داماش پلاسه، قسمتی که تا همین 1-2 روز پیش سوژه واسه ساختش نداشتم و یهو از آسمون و زمین سوژه فراهم شد. داماش شنبه گذشته میزبان دارایی تهران یا همون بنیامین ورزشی بود و توی نمایش ضعیف نتونست گلی بزنه و با نتیجه مساوی نه تنها توی رتبه 4 باقی موند، بلکه اختلاف امتیازش با تیمای اول تا سوم بیشتر از قبل شد. خود طالبی دوخید رو انجام داده، یک ضربه خطرناک، چه توپی رو میزنه، چه توپی رو در میاره در این ساحل. فارغ از عملکرد ضعیف تیممون، هوادارامون مثل همیشه فوق‌العاده بودن. ورزشگاه سردار جنگل میزبان چیزی حدود 5000 داماشی بود. فراموش نکنید که ما در لیگ 3 و یا همون سطح 4 فوتبال ایران بازی میکنیم و هیچ تیمی حتی در لیگ 2 و 1 چنین هوادارایی نداره. یه روز بعد بازی ویشگاهی و مرغوب یعنی سرمربی و مدیر فنی تیم استعفا دادن و باشگاه هم فرد قبول کرد. این عقلشه دیگه، این عقلش. بعد این ماجرا، زمانی که نصیری مالک باشگاه در مورد گزینه‌هایی مثل طباطبایی و مهابادی و مهدوی و بیابانی و غیره صحبت می‌کرد، در یک حرکت رونالدینیویی بهزاد داداشزاده شد سرمربی داماش. داداشزاده فوتبالش رو از همین داماش شروع کرد و بعد توی تیم‌های دیگه‌ای مثل پرسپولیس و استقلال و تیم ملی ایران بازی کرد. بعداً هم رفت سراغ مربیگری که البته برخلاف دوران بازیگریش کارنامه خیلی درخشانی در این حوزه نداره. حالا باید ببینیم داداشزاده میتونه از توانایی فنی و غیر فنیش برای صعود داماش توی چند تا بازی باقی مونده استفاده کنه یا نه. تغییر دیگه‌ای که توی تیممون رخ داده اینه که امید هرندی هم به عنوان مدیر فنی به تیم اضافه شد. هرندی هم مثل داداشزاده از پیشکسوتان داماشه و خوشبختانه سابقه مربیگری حتی توی لیگ برتر داره. هرندی همون کسیه که ما مرداد سال 91 با سرمربیگریش پرسپولیس رو 10 نفره بردیم. ما هفته دیگه باز توی تالش با پانیکی بازی کنیم که توی رشت 3 امتیاز شیرین رو ازش گرفتیم و گل برای تیم داماش گیلان. از همین حالا هوادارامون دارن خودشونو آماده میکنن که هر جوری شده خودشونو به ورزشگاه پوریای ولی تارش برسونن. اگه بتونیم توی این بازی پیروز بشیم دوباره میتونیم خودمون رو به صدر نزدیک کنیم و مدعی صعود بشیم. باور کنید اصلا اتفاق دور از ذهنی نیست که با 3 امتیاز شیرین دیگه برگردیم رشت. البته این نظر منه، شما چی فکر میکنید؟ بتونیم جلوی پانیک پیروز بشیم؟ میتونیم دوباره خودمون رو به صدر نزدیک کنیم؟ نظرتون رو همینجا برام بنویسید. اگه تا اینجای داماش پلاس رو دیدین ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگه تازه با وارش اسپورت آشنا شدید خیلی عالی میشه که ما رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله پایین رو هم بزنید تا به محض منتشر شدن ویدیوهای داماشی ازشون مطلع بشید. طبق معمول اینم یک کد شارژ همراه اول برای اولین نفری که این ویدیو رو دیده. اینم بگم و این اپیزودو خیلی زود تموم کنم. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، 7 رنگش میشود 70 رنگ. ما داماشیم و اگه همون قدری که بدخواهامون ما رو باور دارن خودمون رو باور داشتیم، خیلی زود و راحت از منجلاب لیگ‌های 3 و 2 و 1 و کوفت و زهر مار خارج میشدیم و میرسیدیم به جایگاه حقیقیمون. تا داماش پلاس بعدی، خداحافظ.